سلام دوستان، یه نکته خیلی مهم کولر ایوولی ارور اینو که اکثرا بهش برمیخورن. تو اینترنت هم سرچ میکنید میزنه واسه سنسور یا برق، یعنی غیر از این دوتا دیگه نمیزنه، یا میگه فیلترها رو تمیز کنید. ولی اصلا هیچ وقت من حالا اینو به خرابی سنسور تا حالا بر نخوردم. خب واسه سنسور نیست، واسه یا اینکه مشکل از پایین، قسمت پایین که بعض فیشه شاید در اومده، مخصوصا فیش فن. خب فیش فن که میاد بیرون این ارور میده. دوم این که نگاه کنید این فیوز میبینید، خب اینجا بوده، خب این قسمت بوده، میبینید یه سمتش سیاه کرده. خب این اگه ببینید سمت راستی سیاه کرده، سمت چپی نه. این همینجا باعث میشده که این برق قطع وصل بشه، باعث میشه خطای اینو رو بزنه. یعنی شاید هیچ کسی به فکرش به اینجا هم نرسه که این باعث این خطا شده. خب پس شما باید یکی یکی چک کنید. اینو یه خطایی هست که اصلا باید به همه چیز شک کنید، یکی یکی بگرد، خیلی هم سخته تا پیداش کنید. حالا اینجا واسه این فیوزه بوده، این فیوزه زیاد دیدم. و سوکت فن، خب اونم سوکت سیگنال فن، اونم زیاد دیدم شل بوده در اومده. این دوتا زیاد من مورد دیدم، یا برقشون جا به جا وصل بشه، اینو دیدم که این خطا رو میده. موفق باشید.